مدیوال کور. مدیوال کور استریکیه که همیشه محبوب بوده و هیچ وقت محبوبیت خودش رو از دست نداده. مدیوال کور استریکیه که پیشینه تاریخی داره و امروزه خیلی محبوبیت بیشتری به دست آورده. توی پینترست اینو می‌بینیم و توی مود و فشن اینو می‌بینیم. مدیوال کور توی فیلم و سریال ها استفاده شده و توی آهنگ ها استفاده شده، تو بازی ویدیویی استفاده شده، از جمله لورد آف the رینگز یا ارباب حلقه ها، بریو هارت یا شجاع دل و یا گیم آف فرونز یا بازی تاج و تخت. امروز میخوایم بریم ببینیم این استریک محبوب چه پیشینه های تاریخی داره و چی شده که به اینجا رسیده، هنوز با همین شدت محبوبه. قبل از همه باید بریم ببینیم که قرون وسطا کی بوده، کجا بوده و چه اتفاقایی تو اون دوران میافتاد. قرون وسطا دوره‌ای بوده از قرن 5 تا 15 میلادی که توی اروپا اتفاق میافتاده. به طور گسترده‌تر توی اروپای غربی اتفاق میافتاده. به اوایل قرون وسطا دارک ایج یا عصر تاریکی گفته میشد. قرون وسطا بعد از سقوط امپراتوری روم غربی تو قرن 5 شروع میشه و تا عصر رنسانس تو قرن 15 ادامه داشته. ویژگی‌های کلیدی این عصر همراه میشه با جنگ‌های صلیبی، ظهور فئودالیسم، قدرت وحشتناک کلیسا، معماری گاتیک و شوالیه‌های افسانه‌ای. ویژگی‌های تاثیرگذار مدیوال کور و یا حالا اون دوران، یکیشون معماری گاتیک بود. معماری گاتیک که معمولا توی قلعه‌ها یا کلیساها می‌دیدیم، یکی از ویژگی‌های کلیدی اون دوران بود. برج‌های بلند و قلعه‌های خزه‌دار و پنجره‌های شیشه‌ای که معمولا توی کلیساها می‌دیدیم. باز هم از عناصری هستن که ما اینا رو توی قرون وسطا می‌دیدیم. پوشاک اشراف و دهقانان، لباس‌های بلند، زره‌های شوالیه‌ای، شنل‌های بلند و مخملی و الگوهای پیچیده که توی پرچم‌های اون امپراتوری‌ها و اون پادشاهی‌ها ما می‌دیدیم. هنر و ادبیات، داستان‌های حماسی مانند شاه آرتور، شوالیه‌های میزگرد، حماسه بیوولف و افسانه‌های نورس. یکی از عناصر جالبی که توی داستان‌های رمانتیک قرون وسطایی استفاده می‌شده کورتلی لاوه، یعنی عشقی که بین دو تا انسانی که ازدواج نکردن در جریانه. یه الگوی تکراری که داره بین شوالیه‌ها و پرنسس‌ها توی قلعه گیر کردن و توسط اژدها ازشون محافظت میشه، اما تا زمانی اونجا که شوالیه به نجاتشون بره. ما اینو به عنوان یه پارودی حتی توی انیمیشن شرک هم داشتیم که کاملا قرون وسطا اون دوران توی شرک به عنوان یک طنز استفاده میشه. اما با ظهور رنسانس و کنار گذاشته شدن عناصر قرون وسطا، عناصر و دیزاین و کلا همه چیز اون دوره با سبک کلاسیک یونانی رومی جایگزین شد که کلا تمایل به نور و تقارن و ظرافت خیلی بیشتر شد. اما خب همونطور که معلومه برخی از فرهنگ‌ها و داستان‌های معروف و محبوب و افسانه‌ها توسط مردم عام نگه داشته شد. توی قرن 19 به طوری میتونیم بگیم که قرون وسطا احیا شد که بهش عصر رمانتیک و گاتیک احیا شده میگن. گاتیک ریوایوال و رومانتیسیزم. توی جنبش گاتیک احیا شده باعث شد که معماری و هنر گاتیک دوباره به عصر حال بازگرده، مثل کلیساهایی که نوک‌تیزن و قلعه‌هایی که قرون وسطایی‌ان. و ما اینو بعد از قرون وسطا هم توی خیلی از معماری‌ها دیدیم. کاخ وستمینستر لندن و اما توی جنبش رمانتیک نویسنده و شاعرای اروپایی مانند والتر اسکات و لورد بایرن شروع کردن به نوشتن داستان‌هایی راجع به شوالیه‌ها، قلعه‌ها و عشق‌های ممنوعه. داستان‌هایی مانند ایوانهو و فرانکشتاین که فضای قرون وسطایی رو توی اون دوران رمانتیک احیا کردن. این دو جنبشی که داشتیم یه ذره باعث شد که محبوبیت به عناصر قرون وسطایی برگرده به هنر و ادبیات. توی قرن 20 قرون وسطا دوباره توی فرهنگ عامه نفوذ کرد. توی دهه 50 تا 70 میلادی ما فیلم‌هایی داشتیم که این عناصر رو دوباره احیا کردن، مانند شاهزاده و گدا و شوالیه‌های میزگرد که قرون وسطا رو به تصویر می‌کشیدن، و داستان‌های فانتزی مانند ارباب حلقه ها که تو سال 54 توسط جی.آر. تالکین نوشته شد، تأثیر بزرگی در زنده نگه داشتن این سبک داشته.
دهه 1980 تا 2000 بازی‌های ویدیویی مانند The Elder Scrolls و Dark Souls که به شدت از قرون وسطا الهام گرفتن. فیلم‌های مانند شجاع دل یا بریو هارت یا همون داستان‌های فانتزی مثل ارباب و حلقه‌ها که این دفعه تبدیل به فیلم شدن. و تو دهه 2010 تا اکنون ما سریال‌هایی داشتیم مثل گیم آف ترونز و The Witcher که باز هم سبک قرون وسطایی رو زنده کردن. و اما بیشتر از همه تو دهه اخیر ما مدیوال کور رو داشتیم که تو پلتفرم‌هایی مثل تیک تاک، پینترست و یه سری از بازی‌های موبایلی باعث شد که دوباره محبوب بشه. الان مدیوال کور توی پینترست خیلی آرت‌های زیادی داره و توی تیک تاک هم مدهاش داره خیلی محبوب میشه. در کل مدیوال کور اون حس ماجراجویانه و نوستالژی قدیمی که هممون شاید دوست داشته باشیم تجربه کنیم و القا میکنه. شاید این حس ماجراجویانه و فانتزی باحال کمی دور از واقعیت اون چیزی که توی قرون وسطا داشته اتفاق میافتاده باشه. البته کمی نه، خیلی متفاوت‌تر از چیزی که اون دوران اتفاق میافتاده باشه. ولی خب از آرت و استایلش توی فیلم و سریال‌ها استفاده میکنن که حالا بذاره باحال باشه و خیلی حالت فانتزی داشته باشه، وگرنه واقعیت قرون وسطا چیز دیگه ای بوده. رسیدیم به آخر بحث مدیوال کور و تونستیم تو کمتر 7 دقیقه تاریخچه و پیشینه این سبک رو بررسی بکنیم. اگه از این ویدیو خوشت میاد و حالا از ویدیوهای این سبک خوشت میاد، اسم من کوموربیه و تو کانالم راجع به استریک‌های مختلف و یا هر موضوع جالبی که به ذهنم برسه ویدیو میسازم. خوشحال میشم اگه خوشت اومد لایک بکنی و منو سابسکرایب بکنی. مرسی که تماشا کردین. فعلا.